این زن را در فصل سرما با اعضای 21 نفره خانواده‌اش اجباراً از منزلش بیرون کرده‌اند. پیکرمو سعدیه و حالا اکثری اشیای روزگارش را در منزل همسایه موقتا جا کرده است. قسمی باقی مانده‌اش را با تراکتور به منزل فرزندش برده است. بحث پیکرمو ساکن دهه دهقان‌آباد ناحیه فرخار با برادرش ابوالصلاح سعدیف 15 سال قبل سر شده بود. فهمیده که ما خونه ساختیم ریختیم رفته خونه را بجویی بانو میخدش گذرونده بانو میخدش خونه را گذرونده. بعد گفتم چی وای خیلی میکنی یکم بار بانشی در سود دادم یکم سال ششم بود در سود دادم سود با طرف همون چیزی که تیار کرد ناحقی بود همش بیکار کرد. پیکرمو سعدی و 18 سال پیش به خانه پدرش کوچ می‌بندد. تا آمدنش به اینجا او منزل علاهیده داشته است. پس از معامله با برادرش منزل زیست خود را فروخته به این منزل می‌کوشد. ما را با دست خدی یک فرزند اومد در می خونه‌اش درآورد گفت که ما پول در پورای ما می خونه را چورش میکنیم چرده همه چیز دارم وظیفه دارم تا می خونه رو بیو بخر. خرید و فروش خانه خودش را پیکرمو سعدیه و سال 2004 و 5 انجام داده است. منزل پیکرمو را یک همدیه‌اش رحمان قلبیگوف خرید میکند. او میگوید مبلغ را به شهر دوشنبه برده به دست ابوالصلاح سعدیف داده است. ما بردم سوما در دوشنبه در عباس دادم عباس ما را قبول کرد تلفن کرد که امی خونه را اکر رحمت الله بده. خوزی عباس ما را فریب کردن پرسیده بودن عباس میگه سوما ما برای دیگه قرعه هم گرفته بودم. در اولین حلنامه دادگاه فرخار که ماه ینوری سال 2006 صادر شده است دعوای ابوالصلاح را به اساس خوانده آن را رد کرده است. در حلنامه سال 2019 دادگاه فرخار نیز سخن درباره اجباراً از خانه پیش کردن پیکرمو نمی رود. تنها درباره تقسیم میراث حلنامه صادر شده است. دادگاه عالی 28 اکتبر با قرار خود از جدا نمودن حصه میراث رویاندن ضرر مادی و برطرف نمودن مانعگی ذکر کرده است. این دعوا را پیکرمو سعدی و تا دادگاه عالی برده است. حالا همدیهگان پیکرمو را حق و ابوالصلاح را ناحق می‌دانند. سال 2004 امی اومدگی هم زندگی میکنم میدونم اینا تو حاضره ای حاضره نه درست شد که امی لوکلا پاش برآورده ام دادرش برآورده بیرنده مونده است ایجا برا گفته. اکنون 2 هفته زیاد می شود که در این خانه ابوالصلاح سعدیف زندگی دارد. مولا اشیای خواهر بزرگش را با 4 عائله‌اش سود اجراچیان از خانه برآورده اند. ابوالصلاح سعدیف در یک صحبت روبرو و بدون باز کردن در خانه‌اش به رادیو زاری گفت که دادگاه دادستان کار را به منفعت او انجام داده است و به تمام سوال‌ها او نه بلکه نماینده دادستان و دادگاه پاسخ دهد. اما خانواده خواهرش میگویند که ابوالصلاح هم پول آنها را گرفت و هم آنها را از خانه خود و پدرش محروم کرد. حالا پیکرمو سعدی و اشک میریزد. اشکش به آن خاطر است که در این فصل سرد با اعضای 21 نفره خانه‌اش در کجا سرپناه یابد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، فرخار.